سلام با یه ایده خفن دیگه اومدم پیشتون. این پافی که میبینید رو میخوایم امروز درست کنیم. لطفا تا آخر ویدیو همراه هم باش. شما توی خونه میتونید این پاف رو درست کنید و توی اتاقتون مثل من استفادهش کنید. اول میریم از ابزار راقی فوم لوله میگیریم یا هر جایی که در دسترستون بود. برای منو داشتن که از بالا مینداختم و گرفتمشون. 5 تا فوم لوله بود و این 2 تا لاستیکم که از داداشم کش رفتم. میتونی همین چی از داداشتون کش برین. و 5 تا فوم لوله هر 2 تا رو داریم. لاستیکامو میبرم توی همون و میشورمشون تا یه خورده تمیزتر بشن. شما تا حالا از لاستیک چه استفاده داشتین غیر اینکه کف ماشینتون بندازین؟ مثلا اینجام که خب دارم پشتکش میکنم، ولی اگه ایده چیزی دارین بهم بگین که میتونم دیگه چه کاری با این لاستیکا بکنم تا براتون کلیپشو بذارم. حالا فومای لوله‌ایتون رو میارین و میذارین توی لاستیکاتون. به قدی که میخواید علامت میزنید و مثل من با ماژیک علامت میزنید و با قیچی برش میدید. سابسکرایب کنین، نظر بذارین، لایک کنین، شیر کنین، این چیز میزا. من تازه شروع کردم، زیاد آگاهی ندارم، خودتون بدونید دیگه. یه کارتون میاریم میذاریم زیر لاستیکه که میخوایم پایین باشه و الگوشو میکشیم. من از کارتون پیزا اینا استفاده کردم، شما میتونید از هر کارتونی استفاده کنید. من 4 تا ازش تهیه کردم و هر 4 تا رو به هم چسبوندم تا یه خورده محکمتر و کلوفتر باشه. لطفاً کانالم رو سابسکرایب کن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. نظرتو برام کامنت کن، بی‌صبرانه منتظر نظراتون هستم. و ما اینجا کارتون رو میذاریم روی لاستیکمون و برای من مثل اینکه خوب در اومده بود، خوب الگوشو گرفتم. بله، و برای اینکه من از چسب چوب میخوام استفاده کنم، امکان داره که مثلا دیرتر خشک میشه چسب چوب، برای همین از چسب کتابی هم استفاده کردم تا یه خورده محکم کاری بشه و از پایین باز نشه. همطور که میبینین از داخل و از پشتش، هم از داخل هم از بیرون چسب کتابی زدم. بعد یه دونه چسب کتابی باز میکنین و دونه دونه فومای لوله ایتون رو میذارین. برای اینکه من از وسطش میخواستم این فومای لوله رو وسطش بذارم. بعد یه قوطی بانکی چیزی مثل من اگه دوست داشتین وسط فوماتون میذارین، اگرم که نه کامل فوما رو میذارین. 2 تا لاستیک گذاشتم روی همدیگه و یه دونه فوم برام مونده بود. 4 تا رو داخل لاستیک استفاده کردم و یه دونه برام مونده بود، اونم دور تا دور لاستیک استفاده کردم. برای اینکه وسطش من میخوام پشم شیشه بذارم، گفتم نریزه پایین، فوما رو گذاشتم. نیم دایره لاستیک رو اندازه میگیرم، برای من شد 17 دقیقه اندازه‌گیری. بالشتکم رو از توی پارچه در میارم و به هم دیگه میدوزم. نیم دایره‌تون باید بشه 18 و 4 لایه وقتی میکنین باید بشه 8.5 اندازه هاشون. خوب دقت کنین، باید یه جایی بذاریم برای باز کردن و وارد کردن پشم شیشه ها که من چون از لباس استفاده کرده بودم دیگه دکمه هاشو نکندم. گفتم هم با همون دکمه ها مثلا راه باز و بسته شدنشو اوکی کنم. و اینجام که میبینیم بالشتک رو گذاشتم، توشم پر کردم، گذاشتم روی لاستیکا. میریم برای پارچه رویش. بعد اندازه‌گیری ما انجام دادیم. قد لاستیکا شد 21 سانت قد لاستیک و دور تا دورش هم 1.5 متر بود. بعد دایره روشو من در آوردم طبق همون قطری که بهتون گفتم، نیم دایره و اینا اندازه رو در آوردم و دور تا دور شالی که در آوردم با عرض 21 سانت دور دایره‌ای که در آورده بودم دوختم. الان این آماده است که مثلا تن لاستیکمون کنیم. اونی هم که روی لاستیک میبینی برای زیرش گذاشتم که احتمالاً زیپ بدم دور تا دورشو که راحت تر بتونم جمعش کنم. اینو تنش کردم که شما ببینین. از بالا آوردم پایین، دور تا دورش هم که دوختم، اندازه‌اش هم بهتون گفتم. اینجا زیپ هم آوردم ببینم اندازه‌ای که میخوام و میتونم در بیارم و برش دادم زیپ همو
بعد اون دایره‌ای که برای زیرش درآورده بودم یک طرف زیپو به اون دایره دوختم دور تا دورشو. دور تا دور دایره رو کامل دوختم، تموم شده بود برای زیرش. و یک طرف دیگه زیپ رو دور تا دور خود لاستیک، یعنی اون شالی که در آورده بودم باید میدوختم. بعد با طول 1.5 متر زیپ کار رو متصل کنم تا دور کارم بسته باشه. زیپ رو انداختم و اینجام که داریم میبینین کامل میبندمش. به نظر من تا اینجا رو خوب اوکی بود، یعنی خوب شده بود از نظر خودم. حالا بازم نظرتون رو برام بنویسین ببینم کجای کارم مشکل داره. بعد اینجام که یه خورده پشم شیشه هاشو دور تا دورش بیشتر کردم، نرمیش بیشتر بشه. بعد تنش کردم و اینجام گفتم که پایینشو ببندم همونجوری که داریم میبینین. من باید اینو چپه کنم چون اینجوری نمیشه بستش دور تا دورشو. حالا خب تمام شد دیگه، دور تا دورشو بستم، اضافه‌شم دوختم. با دست بدوزین خیلی بهتره. خب اینم از این تمام شد و من برای دید بهتر برای فیلم برداری گذاشتمش جلوی آینه و نشیمنش که به نظر من خودم خوبه و راحته، نرمم هست اون قدری که برای من اوکی باشه، یه خسته نباشید به اون نمیرسه واقعا. و اینکه کانالم رو سابسکرایب کنید لطفا، من تازه شروع کردم و قول میدم چیزای خفنی براتون بذارم. و بای.